سلام، شما شنونده اخبار از چینل فانوس هستید و من نرگس هاشمی هستم با اخبار امروز سه‌شنبه 14 اپریل 2020 از شهر مونتریال کانادا. سرخط خبرها: آزمایش داروی ضد کرونا در ولایت کبک، بدرفتاری با پرستاران و پرسنل یک آسایشگاه سالمندان در مونتریال، افزوده شدن ساخت و ساز مسکن به فهرست مشاغل ضروری کبک و وزیر خارجه افغانستان خواهان کمک‌های اروپا و امریکا برای مهار نمودن ویروس کرونا در افغانستان. مشروع خبرها: با گزارش CTV و به نقل از مداد، شرکت باوش آلس موفق به دریافت مجوز تست داروی ویرازول روی افراد بزرگسال مبتلا به کووید-19 از اداره سلامت کانادا گردید. شواهد پیشین نشان میداد که ویرازول برای درمان عفونت‌های عاد تنفسی کودکان از اثربخشی بالای برخوردار است. به همین دلیل برخی پژوهشگران بر این باورند که این دارو میتواند برای بزرگسالان مبتلا به کووید-19 نیز سودمند باشد. شرکت باوش آلس قرار است تا چند هفته دیگر آزمایشات بالینی برای تعیین اثربخشی این دارو را روی افراد بالای 18 سال مبتلا به کووید-19 آغاز کند. این آزمایش قرار نیست در روند مراقبت‌های معمولی از این افراد خلل ایجاد کند. شرکت باوش آلس که در لول مستقر است، با اداره غذا و داروی امریکا یا FDA و نیز ادارات مشابه در سایر کشورها مذاکرات انجام داده تا به منظور ارزیابی اثربخشی این داروها مجوز تست آنها را بگیرد. با گزارش CTV و به نقل از مداد، گزارش‌های متعدد در زمینه بدرفتاری مدیریت مرکز مناور وردان با پرستاران و سایر پرسنل این مرکز در رسانه‌ها منتشر شده است. پرستاران میگویند که مدیران این مرکز درهای خروجی را قفل می‌کردند تا به این ترتیب پرسنل مجبور به حضور و کار بیشتر در این مرکز شوند. فرانسوا لوگو دیروز در واکنش به این خبر اعلام کرد که در حال بررسی موضوع است و اگر واقعاً چنین چیزی روی داده باشد پذیرفتنی نیست. بیشتر مراکز نگهداری از سالمندان در کبک با کمبود نیروی انسانی روبرو هستند. مرکز منوار وردان نیز که یک مرکز عمومی دولتی است از این قاعده مستثنا نیست و به همین دلیل فشار زیاد روی کارکنان این مرکز برای کار بیشتر وجود دارد. با گزارش نشنل پست، فرانسوا لوگو در نشست خبری خود دیروز از افزوده شدن بخش نوسازی و ساخت و ساز واحدهای مسکونی به فهرست مشاغل ضروری کبک خبر داد. فرانسوا لوگو به خبرنگاران گفت مایل نیست بحران کمبود مسکن به بحران بهداشتی که حالا دولت با آن دست به گریبان است افزوده شود. به این ترتیب کارکنان این بخش از دوشنبه آینده می توانند با رعایت موازین بهداشتی فعالیت خود را از سر گیرند. نخست وزیر کبک اعلام کرد که برای این تصمیم با اتحادیه‌های مربوطه و نمایندگان این بخش مشورت کرده است. آقای لوگو همچنین اعلام کرد که جلوگیری از بروز بحران مسکن در کبک یکی از دلایل اتخاذ این تصمیم بوده است. و خبرها از افغانستان می رساند که محمد عنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان از سفرای افغان در اروپا و امریکای شمالی خواسته است که کمک‌های این کشورها را برای مبارزه با ویروس کرونا جلب کند. با گزارش افغان نیوز در اعلامیه آمده است که آقای اتمر در پهلوی ضرورت تدوین سیاست نو خارجی و تقویت دستگاه دیپلماسی دولت روی اولویت رسیدگی به مردم کشور و مشکلات افغانان در خارج از کشور نیز صحبت کرده است و گفته است که به افغانان متأثر از ویروس کرونا توجه خاص نمایند.
وی گفته است که سفرا و جنرال قنسول‌ها در قسمت ارائه خدمات قنسولی برای هموطنان سعی اعظمی به خرج دهند و در زمینه تبادل تجارب در زمینه مبارزه با ویروس کرونا با کشور میزبان از نزدیک کار کنند. اتمر همچنان از سفرا خواسته است که زمینه جلب و جذب کمک‌های صحی کشورهای میزبانشان را به افغانستان نیز مورد توجه قرار بدهند. شنونده‌های عزیز، برای حمایت از اطفال و زنان بی‌بضاعت در افغانستان لطفاً چینل ما را لایک و سابسکرایب نمایید. شاد و موفق باشید.